اسرار درون آستانه شما، این مقدسات خانه شما، آبروی اهل کاشانه شما. پذیرا باشید صدای رادیو پیام با برنامه آستانه. به نام الله بخشنده مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تمام عزیزانی که در برنامه های ما اشتراک دارید و یا اینکه بعداً ما را میبینید، امروز در برنامه خانوادگی آستانه عید یکی از رابطه هایی که دیر باز در تاجیکستان و در بین ما مسلمان های تاجیکستان دارد کنده می شود و این چنین روز از روز دارد مردم را به مشکلی ها این کنده شوی دچار می کند. عید ارتباط خویش تباری و بزرگترین ثمره های آن صحبت خواهم کرد. عزیزان، امروز ها همه می شنویم که یکی می گوید شرایط خوب دارم ولی مهر و محبت در خانواده ما نیست، همسرم مرا دوست نمی دارد یا همسرم مرا احترام نمی کند. یکی می گوید همه خوب هستیم اما هرگز در رزق به ما باز نمی شود. سال هاست که دو تاز از پی پول و مال هستیم و هیچ نمی توانیم که صاحب یک خانه شویم یا اینکه شرایط خوب داشته باشیم. و این چنین انسان های زیادی هم هستند که می گویند مریضی گویا مهمان دائمی خانواده ما باشد که همیشه در خانه ما یک مریض است. و این چنین وقتهای آخر خیلی زیادی ها هستند که می گویند لحظات جان دادن این و یا آن عزیز ما خیلی سخت گذشت که یک مرگ برایش آمد که دیگران را حیرت زده کرد و دهشت زده کرد. یعنی این کمبغلی یا اینکه این نافهمی ها در عائله و این چنین بیماری های هر دائمی و یا اینکه مرگ به محل، سبب اینها را از لحاظ معنوی یا شریعت در چی می‌بیند؟ برعکس این، آنهایی که میگویند شکر پروردگار سال هاست که به کسی محتاج نیستیم، سال هاست که بیماری دری ما را نمی‌کوبد، و آنهایی که میگویند در خانه ما بین اعضای عائله علل خصوص اساسگزاران عائله پدر و مادر خیلی یک محبت و صمیمیت هست. انا اینها چی سر در عائله خود دارند؟ چی سر در عائله خود دارند که این گونه آسایشته زندگی میکنند و یک عائله نمونوی هست که دیگران به آنها غبطه میخورند؟ انا اینها از روی آیات های قرآن کریم و از روی نصوص شریعت رابطه دارد و این چنین وابستگی دارد به مناسبت خوب با اطرافیان و علل خصوص با خویش و تبار که امروز میخواهم در این موضوع همراه شما عزیزان صحبت کنم. و وقتی که اولا ما به آیات های قرآن کریم نگاه میکنیم و یا به احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم نگاه میکنیم، رابطه خویش و تباری، مناسبت خوب داشتن با صله رحم خود. و وقتی ما میگوییم صله رحم از دو طرف میشود. یکی صله رحمی که از جهت خون و یا نسب و عائله خویش و تباری ما هستند، اول شده پدر و مادر، فرزند، خواهر و برادر، خاله و عمه و بعدن خاله بچه و عمه بچه و اینها. دویم خویش و تباری که از روی سبب، یعنی از روی ازدواج ما و ما خویش و تبار میشوند که خویش و تبار شوهر، اینها صله رحم از روی سبب میباشند، یعنی به سبب شوهر آنها با ما خویش و تباری دارند و آنها خویش و تباری همسر ما یا اینکه فرزندان ما میباشند. وقتی ما میگیم مناسبت با خویش و تبار، بعضیا گمان میکنن فقط فرزند در درون عائله هست، اما خویش و تبار وسیع‌تر از داخل عائله ما میباشد، وسیع‌تر از پدر و مادر و فقط فرزند و همسر میباشد. اینجا به این مسئله اگر از جهت شریعت نگاه کنیم، بعضیا گمان میکنن یک مسئله عادی هست، یک چیزی عادی هست که اگر کردی هم میشود نکنی هم میشود. و متاسفانه کم نیستن آنهایی که میگویند من خیلی از پروردگار خود ترس دارم، یا میگویند ما همیشه پایبندی قانونهای شریعت هستیم تا میتوانیم همیشه زیر پرچم شریعت زندگی میکنیم، ولی میبینند که بر علاوه و بر قصدانه علیه خویش و تبار خود میجنگند، یا اینکه یکی از اعضای خانواده خود را، چه زن شوهر را یا برعکس،
همیشه تشویق میکنند که تو میتوان از خویش تباری خود دور باشند. آنها به شما حسادت میکنند و آنها هرچی نزدیک شدید هرچی مشکل زیاد است. یعنی این گونه صحبت ها زیاد است. و اینجا میخواهم پیش از همه به عزیزان و سمع شمایان برسانم و یک اعلان باشد به جمع مسلمان ها و تمام فارس زبان ها که مسئله صله رحم یک مسئله عادی نیست. مسئله هست که در شریعت فرض می باشد. فرض یعنی نکردی گناهگار میشوی، این کار کردی از شریعت خارج شده میروی و این چونید سهلنگاری کردی تو رو به آن دلالت به آن دارد که تو بی تقواتر می باشی. برای همین آیت ها در باره صله رحم بیشمار هستند و هر آیتی که در باره پدر و مادر صحبت میکند در تفسیرش هم میبینید که این چونین به صله رحم هم رابطه دارد. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى. الله در قرآن کریم میگوید الله شما را امر میکند به عدالت کردن، یعنی همیشه عادل باشید، چه خویش و تبارتون باشد چه حتی در حق دشمنتون باشد عادل باشید، از روی عدل و انصاف صحبت کنید و در دوامش احسان نکوکار باشید، نیکی کنید، حتی به حیوان نیکی کردن و حتی به سگ و به گربه آب دادن و آنها را از گرسنگی و تشنگی خلاص کردن احسان است که انسان را داخل جنت میکند. و میگوید و ایتاء ذی القربى و دادن نیکی کردن به خویش و تبار. الله شما را امر میکند، یعنی با انصاف بودن و نکوکار بودن و با خویش و تبار خوب بودن، این امر پروردگار است که الله شما را امر میکند. و اینچنین الله میگوید فآت ذی القربى حقه و المسکین و ابن السبیل. تو حق خویش و تبارت را بده و بیچارگان را و آنهایی که در راه ماندن، حق آنها را دادن با زیارت و با دستگیری و با یک چند از عملهای می شود که بعداً گفته می گذاریم. و اینجا ببینید که نفرانی که در باره خویش و تبار علل خصوص در باره خویش و تبار شوهر خود یا زن خود صحبت میکنند، گویا که یک مسئله عادی هست، یک مسئله هست که اهمیت نده یا حتی برقصدانه علیه آن بجنگ، برقصدانه علیه خویش و تباری، علیه اینکه همسری تو با خویش و تبارش خوب باشد، شوهری تو خوب باشد، فرزندانی تو با تقایش یا عمکش یا عمهش یا خالش خوب باشد، بر علیه این هستند و بر ضد این هستند. اما این گونه مناسبت کردن بر ضد قانون الله عمل کردن هست. یعنی امروز چه خیلی که گفته ایستادم، چون با بنده زیادی عائله های مسلمان در رابطه هستن، یعنی نمیگم عائله های کفار، نه با معنای اینکه زیادی میگن ما میخواهیم زندگیمون از روی شریعت باشن، در اکثریت این لحن رو میبینی که من نمیخواهم که فرزندان من با عمه‌اش در رابطه باشد، من نمیخواهم خویش و تبار شوهرم زیادی به خانه من آید، من نمیخواهم شوهر من به عائله‌اش کمک کند، آنها شرایط خوب دارند. یعنی اینها بر دشمنی کردن با آیت قرآن کریم است که الله میگوید با خویش و تبار خود شما خوب باشید که شما میگه نه خوب نباش، با خویش و تبارت خوب نباش. اینجا مسئله تمام سر و اسرار رو در میان گذاشتن و تمام نقشه های آینده رو با آنها حل کردن، این مسئله تماما دیگر هست. اما تو میتوانی خود رو از خویش و تبارت دور کن، تو میتوانی به آنها کمک نکن، تو میتوانی آنها به خانه ایمان نآیند، تو میتوانی از هدیه دادن خودت رو بیدار یا اینکه به آنها هدیه نده. عیناً ضد قانون الله، عیناً ضد آیت قرآن عمل کردن است که باید مسلمان از این بترسد. وقتی میگویی با خویش و تبارت رابطه خوب نداشته باش، اینجا بدون که تو علیه آیت قرآن کریم گپ میزنی. چیزی دیگر در ما حدیث قدسی هست که الله میگوید انا الرحمن الرحیم و اینی شققت للرحم من اسمی من وصلها وصلته و من نکثها نکثته. من رحمان الرحیم می باشم و من برای رحیم یعنی پیوند خویش و تباری از نام خود پاره جدا کردم و بدانید که هر کسی که پیوندی رابطه خویش و تباری را برقرار می کند، پیوند من هم با او برقرار است و هر کسی که رابطه خویش و تباری را کنده می کند، این پیوند را کنده می سازد، پیوند من هم با او کنده می شود. یعنی پروردگار اعلان می کند که ای آنهایی که با خویش و تبار خود رابطه ندارد، من با شما رابطه ندارم.
اینجا مفهوم خویش تبار در نزد تمام علما، هم مسلمان و هم کافر و هم آنی که با نماز است و بی نماز است و آنی که دیندار است و بی دین است، رابطه ندارد. او خویش تبار تو هست. او هدایت نیافت، هدایت او به دست پروردگار است، از دست تو چیزی نآمد. برای هدایت نیافتنش یا برای گناهگار بودنش او در نزد پروردگار جواب میگوید. تو نباید در گناه به او کمک کنی، اما آنی که حق خویش تباری هست، از بیمار شود دیدن و یکی مصیبت زده شود تسلی دادن یا یکی محتاج شود حمایت کردن، این را باید انجام دهی که این پیوند خویش تباری است. یعنی در یگان جای شریعت نمیگوید که شما با خویش تباری گناهگاری خود یا بد اخلاقی خود رابطه را کنده کنید. این در شریعت آمده است. کسی این را میگوید دروغ میگوید. دروغ میگوید، چون پیامبر صلی الله علیه و سلم حتی به اسماء که مادرشان مشرک بود، آن هم یهودی یا نصرانی نه، اهل کتاب نه، میگویند وقتی مادرت با تو رفت آمد میکند، تو هم حتما با او رفت آمد کن که او مادر تو هست، صله رحمی تو هست. پس اینجا امروز زیاد میشنویم آنهایی که میگویند دعای ما اجابت نمیشود و گویا که الله ما رو به حال خودمان گذاشته است که کی هاست که مسئله های جدی در عائله داریم حل شدنی نیست. یکی فرزندی ما چندین بار با همسرش مشکلی دارد، یکی دیگر فرزندمان بارها فرزندی بیمار به دنیا می آورد، یکی در خانه ما بیماری های روانی و چیزی دیگر زیاد است، یا یکی برکت از ما رفته است و همیشه قرضدار هستیم. شاید الله به حالتان چنین بگذاشت و گذاشت برای آنکه شما امر پروردگار را واگذاشتید. شما قطعه از نام پروردگار صله رحم را کنده کردید که او هم رابطه را با شما کنده کرد. برعکس این ببینید چه ثمره بزرگی دارد. آنهایی که با خویش تبار خود با حد امکان با قدر توانایی خود در رابطه هستند، حد اقل ضرر نمی رسانند، مصیبتی داشت تسلا میگویند، محتاج است کمکش میکنند، کمترین باشد هم یک هدیه کوچکی به آنها میفرستند و خبردار میکنند که من خویش تبار شما هستم، من از اهل شما هستم، من از خون شما هستم و من در رابطه با شما هستم. ببینید که چه زندگی خوبی دارند. و بنده هم مثال زنده درباره نفرانی که با خویش و تبار خود خوب هستند و زندگی خوب هم دارند هزارها هست، ولی اینجا برنامه را نمیخواهم به قصه تبدیل دهم که برنامه از موضوع اساسی بیرون رود. پس اینجا اونهایی که میگویند از اجابت نشدن دعا و از هزار یک مصیبت دیگر شکایت داریم، بیاید ببینیم که شاید مشکلی در ما هست که ما این صله رحمی که پروردگار برایمان امر کرد و شرط هم گذاشت که تو در اینجا خوب هستی، من هم رابطه خوب با تو دارم، این را ما کیها کنده کردیم. و چیزی دیگر حدیث مشهور هست عزیزان، حدیثی که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند من سره ان یبسط له فی رزقه و ینسع له فی عمله ببخشید فی اثره فلیصل رحمه. هر کسی دوست بدارد رزق او وسیع شود، عمر او دراز شود. در روایت دیگر محبت او با خانواده‌اش زیاد شود، با همسرش زیاد شود. و این چنین در روایت دیگر با این باز از میته سود، یعنی از بد وفات کردن و بد مردن، از مرگ ناگهانی، از مرگی که همه میگویند وای این چی مرگی بود که سری او آمد و بالای سری ما هرگز نآید، از این گونه مرگ ها در امان بماند. فلیصل رحمه، فلیصل رحمه خیلی آسان است. میخواهی قرضدار نباشی، میخواهی یک بار مرگ سراغ تو و عائلت نآید، میخواهی عمری با برکت داشته باشی، میخواهی همراه عائلت علل خصوص همسرت یک محبت صمیمی باشد، محبت بر اساس دروغ نه، محبت بر اساس ریا و خودنمایی نه، محبت صمیمی که انسان دیگر کسی را صمیمانه دوست می‌دارد، هرگز علیه او هیچ نیرنگی نمی‌کند. در این وقت صله رحم خوب داشته باش، با عائله خود، با خویش و تبار خود مناسبت خوب داشته باش. ببینید که پیامبر صلی الله علیه و سلم برای این 4 اساس‌های خوشبختی عائله، که عائله‌ای که در آنجا مردم بیمار نمی‌شوند، عائله‌ای که در آنجا سخن از قحطی و کمبغلی و قرضداری و محتاجی نیست، عائله‌ای که در آنجا مرگ ناگهانی آمده همه را یک بار دهشت زده نمی کند، عائله‌ای که در آنجا بر اساس صمیمیت و محبت
بدون ریا و بدون غرض برپا هست و او دیگر همه چیز دارد، همه اساسهای عائله در آنجا هست. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند اینها رو میخواهید، پس مناسبتی خوب با خویش و تبار خود داشته باشید، رابطه با آنها داشته باشید، با آنها شما باید در ارتباط باشید، رابطه برقرار کرده باشید. و چیزی دیگر اینجا هست که عزیزان، در تاجیکستان هم سالهای آخر زیاد میشنویم از قحطی که درخت ها هم گویا دیگر گل کردن را فراموش کردن، زمین هم دیگر فراموش کرد که باید حاصل بدهد. اینجا از میوه کمبود هست، آنجا از بارش باران، دیگر جا از کمبودی سبزیجات و چیز دیگر. اینجا حدیث خیلی توجه من رو به خود جلب کرد که در مستدرک حاکم است. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند پروردگار مردم را صاحب امن و امانی می کند و صاحب برکت، یعنی فیض و برکت. مردمی هستند که آنها هم صاحب آسودگی می شوند، هم صاحب برکت و آنها برکت های زمین و آسمان می برند. در حالی که آن مردم از روزی که به دنیا آمدند به جز غضب پروردگار چیز دیگری را به بار نآوردند. یعنی یک مردمی که غضب کرده الله هستند اما آسوده هستند و هم رزق خوب دارند، هم بدون جنگ و جنجال در یک مکان آسوده زندگی دارند. از پیامبر پرسیده می شود که فبیما یا رسول الله، پس چرا این مردم که از اولی که در دنیا هستند به جز غضب الله چیزی کاری نکردند، الله و آنها به خاطر گناهایشان حتی نظر هم نکرد، اما این گونه برای آنها آسایشتگی را داد. پیامبر میگویند بصلتهم ارحمهم، این به خاطر صله رحمی که آنها برقرار کردند، به خاطر خویش و تباری که آنها بنیاد کردند، اینها را پروردگار این گونه نعمت را به آنها داد. ببینید که حتی ما میدانیم که گناه ها سبب کمبودی رزق می شود، گناه ها سبب جنگ و جنجال و خونریزی و بی‌برکتی و بی‌عدالتی می شود، اما فقط یک عملی که ما اون رو خیلی نادیده می گیریم و فقط به خاطر پرینسیپ های شخصی بسیاری ها اون رو ترک می کنند. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند هم دیار شما آباد می شود و هم فیض و برکت در شما زیاد می شود. و برعکس این هم هست عزیزان، برعکس این هم هست که پیامبر میگویند شما بدانید که دو گناه هست که اون گناه رو هر کسی که ترک کرد در دنیا و در آخرت جزایش رو، یعنی ثوابش رو میگیرد. برعکس گناهی هست که اگر کردی در دنیا هم جزایت آماده است و در آخرت. این دو را پیامبر میگن هر کسی که با خویش و تبار خود خوب باشد و این چنین پاک دامن باشد در دنیا و در آخرت او پاداشش را میگیرد. و آن همه ببخشید فضیلت هایی که گفتیم از فیض و برکتی و از تنصیحتی شروع کرده تا دیگر برکت ها نصیب او می شود. یکی خوبی و ارتباط یا رابطه با خویش و تبار، دیگر پاک دامنی. برعکس این هر کسی که با خویش و تبار خود قهری هست و این رابطه را پاره کرد، پاره کردن خویش و تباری فقط با قهرگی هم نمی شود. گاهی می توانی اما کمکشان نمی کنی، محتاج هستند به برش نمی روی، فکری تو مشورتی تو لازم است او را به خودش می گذاری. اینها همه پاره کردن خویش و تباری می باشد. اونهایی که خویش و تباری را پاره می سازند و این چنین بد به بیراهگی می روند، به فحش و به فجور می روند، در دنیا و در آخرت جزایشان را می بینند. از کمبغلی و از بیماری شروع کرده تا مرگ ناگهان و تا بی‌حرمتی و چیزی دیگر. پس اینجا ببینید که این همه فیض و برکت، این همه مژده و بشارتی که خود الله یگانه می دهد، این را یگان پیک خبرکش یک فالبین نه نعوذ بالله، این را پروردگار یگانه می گوید. صادق المصدوق الامین پیامبر صلی الله علیه و سلم این مژده ها را به ما می دهند. ولی ما کجا هستیم و این حدیث ها کجاست؟ ما کجا هستیم و این وعده های پروردگار کجاست؟ چرا نمی توانیم در یک سال یک بار باشد هم یک هدیه کوچک را به برادر خود و خواهر خود بدون ریا، بدون جشن تولد و بدون سال نو و چیزی دیگر، نه فقط به خاطر اون که من خواهر تو هستم، تو برادر من هستی، یا من برادر تو هستم، یا تو فرزند برادر من هستی، تو مادر من هستی، تو خاله من هستی، و آنها دادن نمی توانیم. و اینجا بیاید ببینیم که اساساً
ما اینقدر می گفتیم صله رحم و این همه فیض و برکت و این همه ثمره های بزرگ خویش و تباری، انسان هایی که با خویش و تباری خود خوب هستند آنها رو انتظار است. پس چگونه ما خویش و تباری را برقرار کنیم؟ در اکثریت یک جمله هست: خویش و تبار من این را نمیخواهند، من چگونه با آنها خویش و تباری کنم؟ آنها نمیخواهند مرا در خانه اشان ببینند، آنها نمیخواهند با من زیاد هم صحبت شوند. عموما در چهره آنها من چیزی را میبینم که آنها مرا نمیخواهند. من چیکار کنم؟ اما خویش تباری همین است که آنها نخواهند، هم تو خویش تباریت رو اثبات میکنی. برای همین در ما حکایه جوانی هست که وقتی به پیامبر صلی الله علیه و سلم میگوید هر باری که من خویش تباری را میخواهم پیوست کنم، اون رو برای من در رو میپوشند، در خانه خود را باز نمیکنند و گویا که مرا میرانند. پیامبر میگن پروردگار و کمک پروردگار بالای تو هست تا زمانی که تو با آنها نخواهند هم رابطه را برقرار کنی. برای همین اینجا خویش و تبار خواستنش نه، خویش و تبار خواهد و نخواهد از اینکه خواسته الله هست. باید انسان با خویش تبار خود رابطه خوب داشته باشد و خویش و تبار رابطه با آنها زیادترین، یعنی از همه گفتیم بالاترین شاید رابطه خویش و تباری را برقرار کردن این است که در حالتی که به تو محتاج است و از دستت می آید به او کمک کنی. اینجا اساسا سببی پاره گشتن پیوند خویش و تباری در اکثریت از آنجا شروع می شود که می توانی دست او را گیری، می توانی به او قرض دهی، می توانی حتی با یک جمله از او دفاع کنی، می توانی در پهلوی او در مصیبتش باشی، اما نمی خواهی، اما نمی کنی. انا اینجا دیگر کاملا این رابطه پاره می شود. خویش و تبار را به حالش می گذاری و این وعده الله است که تو را به حالت می گذارد، او هم در کمک تو نمی شود. برای همین عزیزان اینجا حتی فوق استطاعت باشد، انسان از تواناییش حتی بالاتر باشد، هم وقتی خویش تباری محتاج دارد، خویش تباری دارد که میگوید من در همین مشکلی هستم، حالا شاید طلب کمک از شما نکند، فقط از لحن سخن او بفهمید که او محتاج است، باید تا توان و حتی بالاتر از توان او در کمک او باشیم. این هم به خاطر اون نیست که از او به ما برمیگردد، او خویش تبار ما است، به خاطر اون که این امر پروردگار است، این برای یک مسلمان واجب است. پس باید این رو دانیم که وقتی کمک طلب کرد، چی کمک در مشورت باشد، چی با مال باشد، چی با فقط در نزدش و در پهلویش بودن باشد، چی شهادت دادن باشد، چی به خانه قبول کردن باشد یا در خرید چیزی همراهی او بودن باشد، تا میتوان به او کمک کرد. الا در مسئله گناه که وقتی به گناه دعوت میکند، اینجا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، برای هیچ یک مخلوق نباید اطاعت کرد وقتی گناه به خالق می باشد. چیز دیگر مسئله هست که مسئله رفت آمد هست. اینجا گفتیم دستگیری کردن، یعنی دستگیری کردنی خویش و تباری که به دستگیری شما محتاج است. و اینجا رو ببینید که در همین مسئله عزیزان چند نفری ما ثابت ایستادیم به خاطر الله. نه در وقتش سلام نداده بود چرا من او را دستگیری کنم، نه او با پدرم مشکلی دارد من چرا این رو کنم، نه او بار چنین گفته بود رود نزد همون دیگرها رود. یعنی با این گونه یک کینه‌های پیشتره ما دیگر فراموش میکنیم که این کاری که خویش و تبار الان از ما میخواهد، این کار امر پروردگار است، یعنی با او در این مسئله کمک کردن این امر پروردگار است. او را بمانید با گناهش، با خطاکیش، با هر چی که به شما کرد. بزرگی این است که یک نفری که حتی در حقت ظلم کرد وقتی محتاج تو هست و او کمک کنی، چگونه که پیامبر صلی الله علیه و سلم با اهل مکه این را کرده بودند. و چیز دیگر مسئله از خود خبر دادن یا از آنها با خبر شدن هست. امروز ها که دیگر نمیخواهد ما سوار هواپیما شویم و در خاطرم نیست خود متن حدیث کاملا که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن حتی به مسیره یک سالینه راه باشد هم با خویش و تبار خود رفت آمد کن. امروز کسی از این شهر به آن شهر دور برای خویش و تبار بینی نمی رود، نه کسی از این محله به آن محله نمی گذرد. سبحان الله، زیادی ها هستن میگن ما در یک محله هستیم اما همدیگر رو نمی بینیم. چرا؟ به خاطر چی؟ با کدام کینه، با کدام از پروردگار دور بودن میگن در یک محله هستیم همدیگر رو دیدن نمیخوایم، نمیخوام به خانهش روم،
نمیخوام سر دسترخوان او باشم به او ملال می شود. اما خانه او رفتم مقصد در آنجا خوردن نه، فقط خبر دادن که من خویش و تبار تو هستم، من احوال تو را فقط پرسیدن میخواهم همین. و چیز دیگر تلفن است که ما می توانیم با 1001 بیگانه رابطه آشنایی در تلفن پیدا کنیم، اما از خویش و تبار خود خبر نمیگیریم. سالهاست که او را نمیپرسیم، در حالی که او را پرسیدن این صله رحم را برقرار دادن است که متاسفانه در خود بنده هم هست. زیادی ها آواره بیگانه و زیاد وقت آواره بیگانه ها و از خودی ها به خبر میمانیم. پس اگر دستگیری و همدردی و در پهلوی او بودن هست، از جهت دیگر در حالت هایی که او از شما حتی خبر نگیرد هم وقتی میدونیم، حتی در 1 ماه 1 بار باشد هم اگر خویش و تبار دور است، در 1 سال فقط در عیدها باشد هم، فقط با 1 زنگ زدن یا با 1 هدیه کوچک خبر دهیم که اینجا من هستم، خویش و تبار تو هستم. اما پدر و مادر که درجه آنها میلیون ها درجه بالاتر است از صله رحم عادی هم که با آنها باید همیشه در رابطه باشیم، با فرزند خود، با خواهر و برادر خود و با بعد از این با خویش‌های کمتر دوری خود. چیزی دیگر اینجا یکی از مصیبت هایی که بعد از عائله داری می آید سر اکثریت عائله ها این است که همسر حیاتی شما گویا هدف اصلیش، مقصد اصلیش نابود کردن همین قانون الله است. او گمان میکند که برای عائله خود یک کاری خوب کرده ایستاده است که شوهر خود را از خویش و تبارش جدا کرده ایستاده است و شوهر خود کم کم بدیهای خویش و تبارش را گفته ایستاده است که دلش خنک‌تر شود. اما بیخبر است که او علیه یک قانون الله دارد میجنگد. برای همین خواهرانی که میگوید نمیخواهم رابطه همسری من با خشتامنم خوب باشد و با پدرش خوب باشد و با خواهرش و با دیگر کسها، این رو بدانید که شما علیه قانون الله دارید میجنگید. برعکس این هم مردهایی هستند که در شب اول اینجا قرار میگذارند یا شرط میگذارند که من نمیخواهم تو با خویش و تبار خود سلام کنی، حتی عمکت باشد، حتی تقایت باشد. نمیخواهم برادری تو به خانه ما آید، من نمیخواهم به خانه برادرت بروی حتی بیمار باشد. یعنی تو علیه کی داری میجنگی؟ یعنی تصور کنید یک انسانی عاقل مسلمان، اگر مسئله کاملا از دین بیرون بود که میگفتیم به این دیگر کاری او هست، اما اونهایی که مسلمان هستند و علیه این قانون امروز دارند زیاد می جنگند و حتی شرط به طلاق هم زیاد است که به خانه پدر و مادرت رفتی طلاق هستی، با همسر برادرت صحبت کردی طلاق هستی. یعنی شما علیه کدام قانون دارید می جنگید؟ با کدام انصاف؟ باز میگویند ما از الله میترسیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ما مؤمن هستیم، ما موحد هستیم یا چیزی دیگر. با کدام تقوا و با کدام ایمان شما به خود اجازه میدید که علیه این همه آیت و حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم و آیت های الله بجنگید و بگویید با فلانی 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 تو رابطه نداشته باش؟ و انا این پیوند خویش و تباری رو زیادی اونهایی که کنده میکنن خودی یا زن هست یا شوهر است. و چیزی دیگر فرزندی خود رو هم، یعنی با عمه‌ات نمیخواهم صحبت کنی، با فرزندان عمه‌ات هرگز مناسبت خوب نداشته باش، سر خود را نگو، اسرار خود را نگو. این مسئله دیگر است. اور زیادی ها هستن حتی از پیوندان نزدیک ما که بعضی سر و اسرار خود را با آنها در میان گذاشتن خطاست، برای اینکه از اهل امانت نیستن، از اهل راز دل نیستن. اما رابطه خوب نداشته باش، کمک پرسد هم کمک نکن، بیچاره باشد هم در برش نباش، احوالش رو نپرس، اصلا خودت رو به تغافل بزن، سلام نده، در تلفنت باید کانتکت های اونها همش بلاک باشد. یعنی اینها بر علیه صله رحم جنگیدن است. پروردگار میگوید من با شما قطع رابطه میکنم اگر شما قطع رابطه با خویش و تبار کنید. و مادری که به فرزندان خود این را یاد میدهد یا پدری که به فرزندان خود این را یاد میدهد، بداند که او به آنها راهی را گشوده ایستاده است که تک و تنها میمانند و پروردگار دست آنها را هرگز نمیگیرد. و چیزی دیگر مسئله در اینجا تماما خویش و تبار رو به حالش ماندن، این مسئله حسادت و بخل می باشد. زیادی ها اینقدر حسادت در قلب آنها جوش و خروش کرده است که حتی خوبی های خویش و تبار خود را دیده نمی توانند، پیشروی های خویش و تبار خود را دیده نمی توانند، در حالی که خویش و تبار تو پیشروی کرد. این پیشروی تو است، او ثروتمند است، این ثروت تو است، او با ابرو است، این ابروی تو است.
او دارد از دیگرها بالا می شود، یعنی این بالا برآمد، تو باید بفخری که او خویش و تبار تو است. در ما برعکس از روی بخیلی وقتی که یک خویش و تبار پیشروی کرد یا چیزی دیگر کرد، اکثریت دیگر تو می توانند یا بدخواه او هستند یا تو می توانند خود را از او کنار گیرند و گمان هم میکنند که اون انسان دیگر اینها رو فراموش کرد. این طرفش هم هست، بعضی کمی پیش رفتن دیگران رو فراموش میکنند، اما زیادی آنهایی که پیش رفتن شاید مشتاقتر هستند از آن نفرهایی که نمی توانند قدم نهند با پیوند کردن خویش و تباری، با پیوست شدن با آنها. برای همین حتما اینجا باید بدانیم که حسادت و بخلی که به خاطر آن از خویش و تبار خود را دور میکنیم سبب نابودی خود ما می شود، سبب اون همه وعیدهایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند از مرگ بی محل و از بیماری و از کمبغلی و از نابودی های عائله می شود. و اینجا بعضی ها از روی خجالت هم هستن، شاید در بنده هم هست که از روی خجالت که من شر میکنم چگونه سلام علیک میکنم، اما در مسئله هایی که مسئله های شرعی هست نباید انسان خجالت کشد. تا میتوان در این مسئله باید کشاد و رفشن شد. و بعضا در حالت پیری، یعنی در جوانی زیادی ها با زندگی خود مشغول میشویم، با حیات خود، با این دوتازی که دارد دیگر دوتاز دنیا هم روز از روز زیاد میشود، اما در پیرانسالی زیادی ها محتاج میشوند. الکی آنها نمیتوانند درست با تلفن یگان مشغولیت کنند، دیگر تلویزیون یا فیلم ها هم برای آنها شبخاور نیست، زیادی انسان میخواهند، آدم میخواهند. برای همین در مسئله صله رحم زیادی و زیادی باید ما خویش و تبار که سین و سالشان بالا هست و آنها هم اهمیت دهیم. خاله پیره داریم، تقوی پیره داریم، عمکی پیره داریم، عمه پیره داریم، مادر بزرگ و پدر بزرگ یا پدر و مادر یا برادر داریم که سین و سالش بالاتر شد، دیگر اون مثل پیشتره نه. انا با اینها با صحبت کردن، با یک هدیه کوچک اگرچه ثروتمند دنیا باشد هم و خویش و تبار خالصانه، به خاطر تویش نه، به خاطر زادروزش نه، به خاطر چیزی دیگر که به من هم میارد نه، فقط به خاطر اون که خویش تبار من است، خون من است، به او اگر هدیه میدهیم میبینید که چقدر آن طرف خرسند میشود. علاوه بر این پروردگار چقدر از این رابطه شما رابطه‌اش با ما و شما قوی تر میشود. برای همین عزیزان این مسئله کی هاست که دارد ضعیف می شود، مسئله با خویش و تبار رابطه خوب داشتن و نصیحت کردن به فرزندان. زیاد نصیحت ها هستند، زیاد نصیحت ها هستند، پولت رو صرف نکن، گپت رو نکن، اما نصیحتی که با عمه‌ات مناسبتت باید خوب باشد، بشناسی عمه خود رو، با خاله‌ات مناسبتت خوب باشد. خاله صله رحم تو است، خاله حتی به جای مادر است. میگویند پیامبر صلی الله علیه و سلم با تقویت، با احمقت، او بد است، بدی کرد، با بدیش هر کس خودش جدا جواب میدهد، اما اون چیزی که الله از تو میخواهد چیزی دیگر. و یکی از پرده های دیگری که ما رو از این همه فضیلت های صله رحم باز می‌دارد این است که ما انسان ها را به خاطر بدی هایشان ترک میکنیم. عزیزان، یک دوستی خود را به خاطر خطاگی هایی که او دیگر اصلاح نمی شود و به ما ضررش میرسد ترک کردن خیلی خوب است، عاقلانه هست. او دیگر دوست نیست، بر علا دشمن است. اگر با یک خطاگی جدی خود به شما بارها و بارها پیش پا میزند، بارها میخواهد شما را به زمین بیافتاند و از این لذت هم میبرد. و بارها شنیده اید که از نابودی شما یا از کم شدن شما او دیگر حلاوت میبرد. با این گونه انسان قطع رابطه، نه قهرگی، فقط اینکه دیگر دوستی رو برپا نکردن، این عاقلانه است و این از صفت عاقلان هم هست و از علما هم هست که دربارش خیلی از اشعار امام شافعی رو خوانده بودم که دوستان رو به خاطر این همه صفت های دشمنیشان ترک کردم و تنها موندم و از این هم دیگر من آسوده تر شدم. اما در مسئله خویش و تبار به این ما حق نداریم. در مسئله خویش و تبار ما حق نداریم که خویش و تبار خود را از پدر و مادر شروع کرده تا فرزند خود، تا خویش و تبار شوهر خود، تا برادر و خاله و تقای خود به خاطر خطاگی هایش ترک کنیم. به خاطر خطاگی هایش بگویم که او چونین خطاگی دارن، من با او رابطه نمیکنم. ما به این حق نداریم، برای اینکه این مسئله فرض است، مسئله شریعت می باشد. تو چی خیل باشد هم با او باید مناسبت کنیم. اور در گناهش شریک نشو،
اگر انسان بدگو هست سخنهای او را زیاد نشنو، لیکن اگر محتاج از کمکش کن، می توانی هدیه‌اش بفرست، فقط احوال پرسی کن، تو می توانی اصلاحش کن، نصیحتش کن. باور کنید زیاد خیش و تباری هستند که به خاطر یک دستگیری های کوچک، اگرچه کاملا علیه فکر شما و علیه راه روش شما هستند، با شما نباشند هم از شما در همه جا دفاع میکنند که اون مرد است، او خصلت مردانگی دارد، من به این شاهد هستم، من در زندگی خود دیدم و چیزی که شما میگویید این چیز ناحق است و من اخلاق او را شناختم. برای همین هم پیامبر صلی الله علیه و سلم حتی با خویش و تباری که غیر مسلمان هستند و حتی با خویش و تبار خود که دیگر دیرتر مسلمان شدن رابطه خوب داشتن و حتی حضرت عمر رو میگویم من به تو هدیه فرستادم میتوانی به برادرت بدهی، که اون برادرش هم اصلا مسلمان نبود، مشرک بود و اون هم در مکه بود و حضرت عمر در مدینه بودن. در این باره حدیث رو در صحیح بخاری میتوانید پیدا کنید. پس اینجا عزیزان به خاطر خطاگی ترک کردن خویش و تبار این امر در شریعت نیست و به این حق ندارد مسلمان که بگوید من به خاطر خطاگیش با فلان خویش و تبارم رابطه ندارم، من با او دیگر سلام علیک نمی کنم. او سلام دادید و سلام نداد به او جواب میدید، ولی دعا کردن در حق او را فراموش نکنید. یکی بیمار شد باز هم به دیدار بینی او رفتن رو، یکی مصیبت زده شد و فقط یک تلفن رو نوشتن باشد هم تسلی دادن رو، یا یکی فهمیدیم که محتاج است با هر راهی کمک کردن رو، اون رو هم به خاطر این انسان نه خیلی که گفتم به خاطر پروردگار فراموش نکنیم. و از روی بخیلی، از روی اینکه ما دیگر نمیتوانیم مراسا کنیم، یا از روی بعضی از حسادت ها، یا از روی یک نفر بیعقلی که در نزد ما هست و کی باشد هم او به ما همیشه نصیحت میکند که با خویش و تبار خود خوب نباش، بایان این امر پروردگار را ترک کرده ایستادیم. و در هر کجای شما دیدید نفری رو که او میخواهد فرزندان او با خویش و تبار عائله خودش یا عائله شوهرش خوب نباشد، یا میخواهد تا میتوان رشته پیوندی را بین خویش و تبار شوهرش و شوهرش کنده کند، یا برعکس هر مرد را دیدید که زنش را این گونه علیه خویش و تبار خودش میشوراند و تا توان میخواهد که رابطه او با خویش و تبارش خوب نباشد، بدانید که اینها دشمن قانون پروردگار هستند، دشمن آیت و حدیث های هستند که بارها تاکید شده است که بیا با خویش و تبارت خوبی کن تا اینکه این همه نعمت های دنیا که در حدیث گفتیم و در بالا یک به یک گفتیم نصیب تو شود. و اینجا عزیزان وقتی این مصیبت ها در خانه ما هست، این مشکلی ها در خانه ما هست، از کجا کمبغلی از خانه ما نرود، این بیماری هایی که روز از روز شمارش دارد زیاد می شود از پاندمی و کووید و هزار و یک نمود دیگر است، چرا از بین نرود؟ چرا مرگ بی محله که یک باره می آید از بین نرود؟ چرا نافهمیدگی ها یعنی یک دیگر نافهمی از بین نرود؟ بیایید خویش و تباری رو از من شروع کردم و برقرار کنیم. فقط با یک لبخند باشد هم، در حقش حتی در نماز دعا کردن باشد هم، با کوچکترین هدیه باشد هم، با کوچکترین تسلی دادن باشد هم. شمارت رو پیدا کردم و فقط خواستم از حالت با خبر شوم گفتن هم. بیایید این قانون الله رو در زندگی خود عملی کنیم تا اینکه این همه وعده های الله و رسولش در زندگی ما عملی گردد، این وعده ها تحقق یابد و هم آسوده بال باشیم و هم پر از فیض و برکت. این بود عزیزان برنامه امروزه آستانه من با شما، با امید اون که با خویش و تبار خود صله رحم را برقرار کنید و الله هم رابطه‌اش را با شما برقرار کند و در کمک خویش و تبار خود باشید. اگرچه خویش و تبارتان کاملا علیه شما هست، خلاف فکرهای شما هست، خلاف عقیده شما هست، فقط به خاطر الله صله رحمتان را با آنها برقرار کنید. شما آن را به الله یگانه می‌سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسرار درون آستانه شما، این مقدسات خانه شما، آبروی اهل کاشانه شما. پذیرا باشید صدای رادیو پیام با برنامه آستانه.